دوستان عزیز تصمیم گرفتیم که این صبح نیز درباره ضررهای تمباکو به شما معلومات داده باشیم. امروز مسئله‌ای که جامعه جهانی رو به تشویش آورده است این از استفاده زیاد محصولات تمباکودار از جمله سیگار به بیماری‌های گوناگون مبتلا شدن و به مرگ رسیدن استعمال کنندگان آن میباشد. حالا برای سد راه این پدیده نامطلوب را گرفتن همه کشورهای جهان چاره‌های پیشگیری کننده را عملی کرده ایستادند. جمهوری تاجیکستان نیز برای پیشگیری بیماری‌هایی که از دود زهرآلود سیگار به عمل میآیند تدبیرهای ضروری میاندیشد. طبق معلومات به دست آمده 9% مردان از 15 تا 59 ساله اهالی کشورمان از تمباکو استفاده برده سلامتی خود را در خطر میگذارند. ابراز می‌دارند متخصصان. سیگار در ترکیب خود موادهای ضررآوری دارد که از آن جمله سمولا و نیکوتین که اینها آورده به ویرانشوی خون انسان یعنی که خلسترین خون انسان رو بلند می نمایند و گرفتاری بیماری های دل و رگ‌های خونگرد یا که بیماری های شش، سرطان شش، سیل شش آورده می رسانند. تمباکو کشی و ضرر دود آن در تمام دوره‌های حیاتی انسان تأثیر بدی خود را به ارگانیسم می‌رساند. دانشمندان بر آن نظرند که در ترکیب دود سیگار قریب به 1200 و در خود سیگار تقریباً 4000 نمود ماده‌های شیمیایی خطرناک وجود دارد و در نتیجه استفاده برندگان را با بوی غلیظ و اشک‌آورش هلاک می‌گرداند. ضرر بیشتری سیگار آورده می‌رساند با بیماری های شش یعنی که به سرطان شش آورده میرساند، به دیق نفس آورده میرساند، به برانخیت ها آورده میرساند و سیل شش آورده میرساند. از آن جمله به دل رگ های خونگرد آورده میرساند. یعنی اتروسکلروز رگ های خونگرد میگوییم، سکته دل میگوییم، که بیماری های فشار بلندی میگوییم. از آن جمله به بیماری های عصب زیاد شدن عصبانیت یا که علائم عصب خستگی آورده میرساند. دود تمباکو برای اطرافیان ضررآور است و باید والدان این را فراموش نسازند که دود تمباکو مخصوصا به سلامتی کودکان و نورسان تأثیر ناگوار میرساند. شخصی که سیگار را استفاده میبرد در هنگام استفاده بری خلافک سیگار یعنی که فیلتر هست که به یک اندازه هم باشد همو دودی که با شش انسان نفس میگیریم و وارد میشود همون فیلتر میشود. انسان آدمانی که در گرد اطراف جامعه هستند و دودی سیگار رو به خلافک یعنی که به فیلتر نفس میکشند ضرر زیاد به جامعه میرسد نسبت آدمی که سیگار رو استفاده میبرد. با گفته روانشناسان معمای تمباکو کشی نه تنها پرابلم طبی است بلکه جهت‌های روانی نیز دارد. به اندیشه آنها در نتیجه کشیدن تمباکو عصب انسان تا اندازه خراب شده باعث فراموش خاطری و زود عصبانی شدن استعمال کننده می‌گردد.